دوستان عزیز، بالاخره ضریاب تموم شد. دیروز هیجان داشتم، به محض اینکه سیم انداختم روی ساز یه ویدیو کوتاه براتون گذاشتم، ولی هنوز تنظیماتش کامل نشده. باید خرک و شیطونک ستارش رو مخصوصا یه ذره دستکاری بکنم تا برسه به اون نقطه مطلوبی که میخوام. همونطور که میدونید مراحل ساختش رو کامل از اول توی اینستا قسمت به قسمت گذاشتم. 2 قسمت آخر البته هنوز تموم نشده، ولی به خاطر اینکه یه چیز شسته رفته و مشخصی باشه به زودی توی یوتیوب یه ویدیو کامل از لحظه شروعش تا آخرش رو با جزئیات برای عزیزانی که علاقه‌مندن میذارم. ممنون میشم که حمایتم بکنید توی یوتیوب هم. بچه‌ها من سعی میکنم محتوام خیلی تبلیغاتی نباشه. کار من ساخت گیتاره و اگر خودتون یا اطرافیانتون قصد خرید گیتار دارید میتونید حضوری تشریف بیارید کارگاه من و کیفیت کار من رو از نزدیک ببینید. لایک و کامنت و شیر و سیو شما هم باعث میشه که پیج کاری